الحمد لله الذي خلق الحب والنوى، والشكر للذي خلق الموت والحياة. سبحانه هو الملك المعطي الحكيم، أعطى لنا الهدى ودعانا إلى النجاة. منا السلام ثم على المصطفى وأصحابه الذين إلى الحق هم دعاة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلطانی عاشقان حریم جانان بنده ای نام خویشتن ننهی که هرچه ما را لقب کنند آنی. گر برانی و گر ببخشایی ره به جای دگر نمی‌دانی. غمناکی از در تو بایم نرد، با عشق و سرشک و خون ماتم نرد. از درگه هم تو کریمی هرگز نومید کسی نرد، ما هم نرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عید فرخنده و سعید فطر رو خدمت همه حضار معزز، برادران و خواهران گرامی و عموم مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدواریم خدای پاک در این روز جایزه، روز تجلیل از شیفتگان و عاشقان و میزبانان رمضان، همه ما را از مغفرت شدگان ماه پرفیض رمضان بگردان. دقایقی که در خدمت سروران هستم پیرامون یک موضوع خاص صحبت خواهیم کرد و اون این که آیا می شود عمرگونه زندگی کرد؟ آیا می شود حکومت‌های اسلامی و حکومت عمری
و مردم دوران و جامعه عمری و زندگی ها تبدیل به زندگی عمرگونه بشه؟ و آیا ممکن است از ورای ابرهای سیاه و ظلمت طاغوت، فساد، شرک، بتپرستی، جاهلیت بار دیگر تشعشع خورشید ایمان عمری درخشیدن بگیرد؟ و آیا ممکن است این قول رب العالمین مصداق بارز مسلمانان کنونی بشن که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون؟ این سوال باید پاسخ داده بشه و قطعا جوابش مثبته، ولی با شرایط ویژه‌ای که در دوران مدینه فاضله خلفای راشدین و به ویژه خلیفه دوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حاکم بود. اگر اون شرایط بار دیگر در جامعه اسلامی ما حکم فرما بشه و در روی کره خاکی از اونها به عنوان نمادهای وحدت و الفت میان مسلمانان یاد بشه و جامعه عمل پوشیده بشه، مطمئن باشید که تاریخ بار دیگر تکرار خواهد شد. لذا باید همه با هم سعی بکنیم این مفاسد اجتماعی و رذائل اخلاقی، روزنه های این گونه بدبختی ها و منجلاب ها رو ببندیم تا این که تشعشع ایمان بر ما درخشان بشه. آری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه دوم مسلمین روزی در ایام حکومتش، شما میدونید که شبها خواب به چشمانشون نمی آمد، شب رو به سه حصه تقسیم کرده بود: یک حصه برای عبادت، یک حصه برای گشت زنی و پاسبانی و یک حصه برای استراحت. به تن در خدمت خلقم، به جان در خدمت جانان، همین یک نکته آموختم ز فاروق سپهسالار. در حین گشت زنی و پاسبانی بودند که ناگهان در نیمه های شب کسی فکر نمی کرد که اصلا مردی در این موقع زنده باشد، بیدار باشد، چه برسد به فرمانده مسلمین، که ناگهان صدای خانومی که از داخل خانه شعر میخواند توجه امیر مؤمنان را به طرف خیش جذب و جلب کرد که این زن در فراق شوهرش بیت و شعر میخواند. حضرت عمر حساس شد، جلوتر رفت، فهمید که این زن یکی از مجاهدان در راه خداست، خانم یکی از شیرمردان عرصه ایمان و تقواست که شوهرش در راستای احیای دین داره شمشیر میزند و ماهاست که به خانه بر نگشته. لذا این قضیه فشار روحی و روانی بر این خانم فرود آورده و اینک داره در فراق شوهرش شعر میخواند و بعد میگوید که کجا باشی که بیایی و فرزندانت از این حالت ملالت و خستگی بیرون بشن. در اثناء صحبتش گفت که کیست در این نیمه های شب صدای منو به امیر المؤمنین عمر بن خطاب برساند. در این نیمه شب که عمر بن خطاب کنار همسرش خوابیده است، خودش کنار زن و بچه آرام گرفته است، اما از یک زن مجاهد، از یک زن بیکس و بی سرپرست خبر نمیگیرد. خدایا به این قساوت عمر تو رحم بفرما و صدای من را به عمر بن خطاب برسان و به او بگو که ای عمر، تو چرا به فکر رعیت و امتت نیستی؟ الله اکبر. این زن خبر نداشت که امیر مؤمنان کجا خواب به چشمانش میاد، بلکه آمده و شخصا صدای یک زن بی سرپرست رو میشنود. حضرت عمر برق سفاز او رو گرفت، بلافاصله آمد نزد دخترش حضرت حفصه، همسر با وفای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ام المؤمنین. حفصه، یک زن تا چه مدت میتواند از شوهرش جدا باشد؟ تا چه زمانی میتواند از تحمل بکند دوری شوهرش رو؟ حضرت حفصه فرمودند طبق علم خودش حد اکثر 4 ماه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آهی کشیدند و اون شب به خدا قسم تا صبح نخوابیدند و صحابه قسم یاد میکنن که وقتی به نماز صبح پشت سر امیر مؤمنان نماز خوندیم، اونقدر گریه کردن، اونقدر اشک ریختن که حتی صحابه میفرماید ما نفهمیدیم عمر در نماز به خدا قسم کدوم سوره را قرائت کرد. داد زد پروردگارا به این گناه عمر رو مؤاخذه نکنید. جادار اسلامی، حکومت فرمانان، قدرتمندان
پس از نماز در حالی که قسم یاد میکنن مورخ نیسان تاریخ نیسان مورخین که از بستر برای رضایان گریه کرده بودن مانند دو تا نهر طلوع اشکان حضرت عمر تو صورتش اثر گذاشت. همیشه آثار اشکاش مشخص بود. پس از ادای نماز بلا فاصله مسببه ولایحی رو تصویب کردن که از این به بعد هیچ مجاهدی حق نداره از 4 ماه بیشتر در جبهه جهاد باقی بماند. سروران عزیز این رو میگن یک فرد مؤمن تمام‌عیار، کسی که خواب خودش و آرامشش رو فدای امت کرده یک جهت و از جهت دوم چنان از آینده خودش پریشان است که میاد اون شب تا صبح گریه میکنه که مبادا این دو و سوم یک فردی است که برای جلوگیری از این فاسد زن به هر حال زنه، مرد و ازدواج بین زن و مرد برای تحکیم پایه‌های دینی و برای جلوگیری از فساد اینجا برای بستن روزه فساد حضرت عمر رضی الله عنه مجاهد اولی داد که 4 ماه بیشتر در معرکه و جهاد باقی بماند. سروران عزیز اگر این حکومت در دنیا حاکم بشه مطمئن باشید مفاسد باقی نخواهد. آقای دکتر علی جابر الحاج در کتاب فراعنه الصغار متون ناصر می‌نویسد حکومت ناصر در مصر، جمال عبدالناصر رو میشناسید قطعا تو تاریخ خوندید، کمک به خانواده‌های زندانیان و جمع‌آوری صدقه فطر و دعوت و تبلیغ منو به زندان انداخت تو سلول انفرادی. تنها بودم تا اینکه خوشحال شدم، گفتم پروردگار عالم به من توفیق داد تا در دانشگاه حضرت یوسف ثبت نام بکنم. زندان دانشگاه یوسف برای کسی که به حق به زندان برن. داشتم تلاوت میکردم، موقعیت رو مناسب شمردم و حافظ کل قرآن شدم. در زندان کل قرآن رو حفظ کردم. سلول چسبیده به سلول من، زندان و اتاقی که چسبیده بود به اتاقی که من در اون بودم متعلق بود به یک جوان مسلمان. البته قبلا مسلمان بود، پدر مادرش مسلمان بودن، اما خودش برای نهضت‌های کمونیستی فعالیت میکرد. کسانی که خدا رو نمیشناسن میدونید دیگه. بعد روزها و ایام با هم دیگه ارتباط داشتیم و نهایتا متوجه شدم که فرد مذکور یه دکتره و اسمش هم هست عبدالله. و متوجه شدم که این برای سازمان‌های کمونیستی داره فعالیت میکنه. به هر حال سر به سرش روزهای اول نذاشتم تا اینکه یه روزی از غفلت نگهبانان زندان استفاده کردم و چند تا مشت محکم به دیوار سلول کوبیدم و از این طریق باش سر کلام و صحبت رو آغاز کردم. بعد گفتم که اسمت چیه؟ گفت عبدالله و فلان. بعد شروع کردم به دعوت دادن. گفت آقا از این حرفا نزن، حرف اسلام و محمد و تاریخ و فلان برام نزن، این حرفا اینقدر برام تکراری و علسویه شده که دیگه نمیخوام بشنوم. و از خوندن مکرر قرآن دونستم که تو چقدر مسلمان متعصب و بی عرضه‌ای هستی. شما غیر از این قرآن خوندن تو دیوار مگه دیگه چیزی بلدی؟ چه حرفی داری برام بزنی؟ گفتم جناب دکتر متوجه باش توی پزشکی یادت نره به یک فردی که در جامعه اسلامی به عنوان فردی فرهیخته و دانشمند خطاب میکنن اینطور زود تصمیم نگیر، بیا آیین اسلام رو باز بکن. تو برای سازمان‌های کمونیستی داری چند سال فعالیت میکنی، چه تأثیری در قلب و روح و روان تو گذاشته که از اسلام میگریزی؟ یه جمله گفت این جوان کمونیست، یه جمله گفت تا زمانی که در دنیا من تاریخ رو زیاد مطالعه کردم، قرآن رو هم زیاد مطالعه کردم، سیرت رو هم مطالعه کردم، هرده بی سوادی نبود. گفت تا زمانی که در دنیا حکومت عدل عمر ابن خطاب حاکم نشود و شاخه های او سر تا سر گیتی را فرا نگیرد، من به هیچ حکومتی دلبند نخواهم شد و به هیچ امتی تن نخواهم داد. فقط زمانی میتوانم مسلمان بشم که بار دیگر عمر ابن خطاب بیاد و حکومت عمری در دنیا حاکم بشه. حضرت دکتر جابر گفت ای برادر عزیز حرف بسیار زیبایی زدی، اما یک نکته رو توجه بکن. آیا میدانی همین عمری که خلافتش حکومت ایدئال و مورد نظر توست، همین عمر ابن خطاب یک زمانی بود که دست دختر کوچک خودش رو میگرفت و طرف قبرستان میرفت تا این دخترش رو خودش زنده به گور بیندازد؟ آیا این عمر همون عمر نبود؟
آیا همین عمری که مورد نظر و لطف توست، آیا یک زمانی که حرف از قتل رسول خدا صلی الله علیه وسلم و نقشه ترور آن حضرت در دستور کار مشرکین مکه قرار میگیرد، عمر ابن خطاب است که شمشیر را برمیدارد و میگوید من تا سر محمد رو نیارم راحت نخواهم نشست؟ آیا همین عمری که تو ازش حرف میزنی یک زمانی نبود که خبر اسلام خواهرش و دامادش حضرت سعید رو شنید، آمد و چران چوب و چماق برداشت به جان خواهرش افتاد تا صورت نازنین خواهرش را کاملا آلوده به خون کرد؟ آیا همین عمر نبود؟ چه چیز باعث شد عمری که تو میخواد بشه؟ آیا عمر قبل از اسلام مال توست، مورد نظر توست؟ نه جوان عزیز، نه دکتر مسلمان، عمر از آسمان فرود نمیاد. چیزی که من میخوام بگم اینجاست، عمر ابن خطاب از آسمان به زمین نمیاد و خداوند عزوجل مطمئن باشیم همه ما اگر منتظر اینیم که بره فلسطین فتح نشه، بیت المقدس فتح نشه، عراق فتح نشه و همه ما منتظر باشیم خدا از آسمان عمری برای ما کادو بکنه و بفرسته، کور خوندیم. این خیال است و محال است و جنون. عمر کادو نمیکنه خداوند عزوجل، هر چیز شاید کادویی بفرسته، ولی عمر نه. صلاح الدین نه. شما جوانان باید عمر درست بکنید، باید حکومت‌های اسلامی عمر بیافرینند. اونجا بود که به این جوان مسلمان هشدار داد و فعالیت‌های عمر بن خطاب را بیان کرد. از اونجا بود که این دکتر مسلمان میگه از اون روز به بعد صدای نغمه ترنم قرآن عظیم الشأن این جوان کمونیست فضای زندان را پوشیده بود و اونقدر میخواند و میگرید که بیش از 2000 نفر در درون سلوله‌های زندان به دستار این پزشک کمونیست مسلمان میشن و کلمه رو میخونن. لهجه مردی که دارد بوی دوست، امتی را میکشد تا کوی دوست. مرد حق از آسمان افتد چو برق، هیزم او شهر و دشت غرب و شرق. ما هنوز اندر ظلام کائنات، او شریک اهتمام کائنات. او کلیم و او مسیح و او خلیل، او محمد او کتاب او جبرائیل. آفتاب کائنات اهل دل، از شعاع او حیات اهل دل. اول در نار خود سوزد تو را، با سلطانی بیاموزد تو را. ما همه بی سوز او با سوز او صاحب دلیم، ورنه نقش باطل آب. سروران عزیز، این مرد حق، این فردی است که میتونه در جامعه اسلامی نقشی پا بکنه. صلوات بر روی حضرت. بله سروران عزیز، امروز اون عمر بن خطاب به جایی میرسد، به مقامی میرسد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک زمانی که عمر بن خطاب میخواست به عمره بره، به سفر عمره بره، پیغمبر آمد جلوی عمر گفت کجا؟ لباس عمره پوشیدم، میخوام برای عمره برم. فرمود لا تنسا من دعائک یا اخی، ای برادر عمر بن خطاب، من محمد رو از دعای خیرت میکنم. حضرت عمر بن خطاب بلا فوق اشک استراز، یا رسول الله، من عمر برای دعا بکنم. بله، همون فردی که دیروز دست مخترش بگیرد به دور میکرد، امروز رسول الله التماس دعای خیر و این عصر سر پلک بخوره و به زمین بیفتد و روز قیامت الله ذوالجلال از برابر سؤال بکند که فلان عصر در سرزمین عراق به زمین خورد، چون به عنوان فرمانده مسلمین چرا راهش رو هموار نکردی؟ آی جوان مسلمان، به خدا قسم عمر از افتادن عصر مسلمانان که دست پاش بشکنه میترسد. اما چه شده امروز که 1000 زن و فرد مسلمان در فلسطین و عراق دارن لع میشوند و امروز صدا از یکی از حکومت‌های اسلامی در نمیاد؟ همه خفه شدن متاسفانه. چرا صدا در نمیاد؟ همه مورد داریم، اونقدر خود ما مورد داریم، اونقدر خود ما بیچاره ایم، اونقدر در لجندار معصیت غرقیم که مجالی برای فکر کردن به جهان اسلام نداریم. و به خدا قسم این جمله رو گوش بدید که حضرت عمر هرگز نتوانست
حضرت عمر هرگز نتوانست ایران رو فتح بکنه و روم را تا زمانی که ایران قلب خودش رو فتح نکرد. قسم حضرت علی مرتضی هرگز نتوانست در خیبر رو بکند تا زمانی که دروازه خیبر قلب خودش رو فتح نکرد. حضرت خالد هرگز نخواهد توانست و نمیتوانست در جنگ یرموک، اون جنگی که به سرانجامش به پیروزی مسلمانان انجامید، پیروز بشه تا زمانی که یرموک خودش رو فتح نکنه. و امروز مسلمانان هرگز نمیتوانند بیت المقدس و عراق رو فتح بکنن تا اینکه زنجیرهایی که درون بیت المقدس قلبشان اونجا به هم آمیخته شدن و قلب اونها رو زنجیر کردن، تا زمانی که این زنجیر فتح نشه، تا زمانی کشور قلب فتح نشه، به خدا قسم کشور فلسطین فتح نخواهد شد. بیاییم سروران عزیز، سر کی میخوایم کلاه بگذاریم؟ تا کی میخوایم خود ما رو مسلمان بگذاریم؟ میدونید در زندانهای ابو غریب و زندانهای عراق چی میگذرد؟ اونقدر شنیدیم که علی‌السویه شده برای ما مسلمان‌ها. فکر نمی‌کنیم که جامعه اسلامی در آتش داره میسوزه. از صفحه‌های تلویزیون، از صفحه‌های اینترنت همه دارن نگاه میکنن، روزنامه‌ها. اصلا بچه‌ها عادت کردن که صبح به صبح بشنون، صبح به صبح کنار صبحانه اصلا عادت کردیم که اخبار بشنویم از فلسطین و عراق. اما اینها جنایت‌هایی است که به سر یک مشت انسان‌های مسلمان میاد در جامعه اسلامی، که به خدا قسم اینترنت نشون میداد که حتی زندانیان زندان‌های ابو غریب رو اونقدر می‌زنن که دستور به تجاوز به یکدیگر میدادن. الله اکبر. فرزندان اسلام و فرزندان رسول الله به چه حالت رسیده است. اینجا خاکی بود که عمر برای افتادن اسب غصه میخورد، اما عمر بن خطاب قربانت بشم بیا ببین که امروز امت اسلامی در اونجا پرپر میشود، اونجا داره به حریم مسلمین تجاوز میشود، به نوامیس مسلمین داره تجاوز میشود، ارزش‌های اسلامی داره حد و حرمت میشود. چرا مقدار رو به خودمان نمیاییم؟ حکومت عمری میخوایم، بله بیاییم این نخها رو بکنیم، این بند و بساطها رو باید بندازیم دور. به والله قسم هنوز باز هم شعشعه ایمان عمری مقدار کم نور هست. اسلام داره پیروز میشه. اصرف جامعه را بکن در کشورهای غیر اسلامی، در آمریکا، در انگلیس موج عظیم بیداری اسلامی را افتاده و بسیاری از یهود مسیحیت دارن با کمال میل به طرف اسلام میان، اما جامعه اسلامی را کن با سرعت به طرف کفر میان. متاسفانه خانم مونیکا کلارک، این خانم مسیحیه، در دههای اخیر مشرف به اسلام میشه در آمریکا که اصلا مهد اسلام نیست، مشرف به اسلام میشه پس اینکه کتاب‌ها رو مطالعه میکنه. ازدواج کرده، یه پسر داره، یه دختر. اونجاست که حکومت وقت شوهرش بلافاصله شکایت میکنه به قاضی که بله خانمم از دین من برگشته، من اینو نمیخوام. توجه کنید، قاضی بلافاصله این خانم میخواد، خانم مونیکا کلارک، که شما اسلام رو پذیرفتید، بله طبق قانون ما تو میان دو چیز اختیار داره، از این دوتا یکی رو انتخاب بکن. چیه؟ یا اسلام تو، محمد تو، عمر و قرآن و علی تو، و یا این طرف دیگر زندگی، رفاه، آسایش، بچه ها و همسر و شوهر تو. از این دوتا یکی باید انتخاب بشه. انتخاب خیلی مشکله، به خدا قسم انتخاب مشکله. فرزندان، زندگی یک طرف و از طرف دیگر ایمان، تقوا، زندگی یک طرف. ما باشیم چیکار میکنیم؟ شاید بظاهر بگیم نه ما میگذاریم، نه در ایمان من و شما این نیست. باور بکنید ایمانی که امروز برای یک متر پارچه به فروش گذاشته میشه تو بازارها، این ایمان نیست. ایمانی که به خاطر یک سی دی مبتذل به فروش میره نیست. ایمانی که به خاطر یک وجب زمین به فروش میره، این ایمان نمیتونه. دین خود را به هوس بر سر دنیا مفروش، بی خبر گنج طلا را به مطلا مفروش. دامن آلوده مکن تا به عزیزی نرسی، اسمت یوسف خود را به زلیخا مفروش. به یکی وسوسه از راه مرو آدم باش، قصر فردوس خدا داده به دنیا مفروش. نفس عمر شتابنده به فرمان تو نیست، فرصت طاعت امروز به فردا مفروش. این چیزها رو برای ما میگه. میاد اونجا بعد از اینکه رای زنی و فکر میکنه، با بقیه دوستان با مشورت میکند، میفرماید به خدا قسم، یک زن تازه مسلمانه، به خدا قسم اگر تمام زندگی 2 فرزند نه بلکه 2 میلیون فرزند داشته باشم و اینها رو از من جدا کنن، نه
بلکه بگیرن جلوی من ذبح بکنن اینها رو، دست پایشون رو بشکنن و از من بخوان که یک لحظه دست پای اسلام رو ذبح بکنم، به والله قسم قبول نخواهم کرد. من رفتم مسلمانان در فلسطین و دعا بکنید که خداوند جنازه منو برگردونه و من شهید بشم که برم نزد رسول الله و بگم یا رسول الله امت تو دین و اسلام را فروختن، ولی من یک زن مسیحی تمام زندگی را از دست دادم تا در جنت کنار سمیه، کنار ام سلمه، کنار حضرت عایشه و کنار آسیه تک تک در جنت. روز قیامت مزد میاد خانم امریکا پولار میاد با اون پرونده سفیدش، اما من تو چیز سروران هست در دقیقه 80 ایرانی یا آقایی در فلسطین اسرائیل میاد که از اسرائیل یا رئیس حزب حماس رحمت الله علیه که شهیدش کردن، جنازش تک تک کردن بعد از نماز صبح، یا فرزندان اسلامن بعد از نماز صبح جنازه شو، حتی اون میتشو هم نگذاشتن. آمد اونجا گفت ای احمد یاسین، من بچم یهودی بوده مسلمان شده و من قانعم که این نمازهای 5 وقتشو بخوانه و روزه رمضانشو بگیره، تا این وقت من قانعم، ولی نمازهای تهجدشو نمیتونم تحمل کنم. الله اکبر. میدونید که من چی میگم؟ یه فرد تازه مسلمان باباشو قانع کرده که نماز 5 وقت رو بخونه و روزه رمضان فرضها رو بگیره، ولی باباش شکایت میکنه که اون اینقدر تهجد میخواند، اونقدر ذکر و تلاوت و قرآن میکند که منو خسته کرده. احمد یاسین تو بیا به این بچه بگو که دست از این کاراش برداره. و اون وقت جوان ما در جامعه اسلامی به راحتی داره نماز و دین و طاعت و قرآن همه رو به خاطر یک برگ هزاری به فروش میگذاره. باور میکنید در عراق در روزهای اخیر به ویژه یکی از سازمانهای وابسته به واتیکان روزنامه الاخبار اخبار الخلیج آورده، میگه در کردستان عراق، در سلیمانیه، دهوک و بسیار استانهای دیگر ایمان در مقابل 600 دلار آمریکایی ماهیانه به تجارت گذاشته میشه. الله اکبر. به خدا قسم ایمان رو میفروشن، از اسلام برمیگردن، مرتد میشن جوامع اسلامی به خاطر 600 دلار آمریکایی. و این تعبیر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم است، من نمیگم، فرمودن بادروا بالاعمال الصالحه، قربان زیرکی و دانایی تو آن حضرت، بادروا بالاعمال الصالحه فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. پیشینگویی آن حضرته. و کاش فقط رمضان برچیده نمیشه، و کاش فقط تو رمضان ما مسلمان حیا می‌داشتیم، اون سیگار لعنتی رو در روز رمضان لای لبمان تو کوچه و خیابان نمیذاشتیم، اون بمب ابلیس رو و اون ساندویچ های زهرمار نمی‌کردیم. کاش. ولی اینا همه خنجر است به قلب نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم و امت گرفته میخندیم. زمان گریه هم فرا خواهد رسید. بیاییم آن حضرت به نیابت از همه من و شما از صحابه قول گرفتن. اون زمانی که در صحرای عرفات فرمودن الا هل بلغت، مسلمانان صحابه آیا من دین به شما رسوندم؟ آیا من خوبی ها و ارزش های و معیارهای اساسی دین را به شما انتقال دادم؟ حق دین رو ادا کردم؟ صحابه همه گفتن نعم یا رسول الله، یا رسول الله بله. پیغمبر قبلا گفته بود که آی مردم لعلی لا القاکم بعد عامی هذا اسمعوا قولی، مردم حرف منو بشنوید. صحابه این آخرین سخنرانیه که در این رفراندوم عظیم مسلمین در ایراد میشه، زیرا ممکنه که سال آینده در اینجا شما بیایی ولی محمد رو نبینید. پیغمبر آخرین سخنرانیشه، بعد از اینکه سخنرانیشو فرمودن الا هل بلغتم، آیا من دین رسوندم؟ فرمودن نعم. فرمودن بله، شما حق دین رو ادا کردید یا رسول الله. صحابه از طرف خودشون نگفتن، بلکه از من و شما گفتن، از طرف من و شما گفتن. چرا امروز متاسفانه مقدار به خود من نیم ما قول داریم با آن حضرت؟ چرا نماز ما، چرا بیعت ما، چرا تقوای ما، چرا للهیت ما رو من نمی‌کنه از این که از معاصی دست؟ چرا؟ سلامت قرآن بفرمایید. روزی یکی از مشرکین مکه به نام فضالة بن عمیر نقشه قتل آن حضرت رو میکشه. یه مشرکه، نقشه قتل پیغمبر رو میاد نزدیکی های کعبه
که بره وارد صحنه بشه. یه دوست دختری داره، قبلا با هم آشنا بودن، دوست دخترش او رو دعوت میکنه به زنا که با هم دیگه بریم مثل روال، که ناگهان فضاله گفت نه امروز برام خوشایند نیست. چرا؟ چون که کارمو تمام نکردم، دغدغه خاطر دارم. چیه دغدغه خاطرت؟ من باید اول برم محمد و کارش یک سره بکنم، بعد میام به حساب تو هم خواهم رسید. گفت بابا بذار، بعد نمیشه. گفت نه، این روح روان منو آزرده کرده، باید ابتدا رسول الله محمد بکشم، بعد هر زنا و هر البادکاری که دلم بخواد انجام میدم، خیالی هم از کسی ندارم. آمد شمشیر خودش رو پنهان کرد تو لباسش. پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشغول طوافن دور خانه خدا که چشمش به فضاله افتاد. از عالم روحانی آن حضرت متوجه شد که فضاله چه نیت شومی داره. لذا فرمود فضاله حالت چطوره؟ گفتم خوبم. گفت چی کار داری میکنی؟ دست چیه؟ گفت من دارم ذکر میگم. سمت راست اید کدوم طرفه؟ این که سمت چپ جناب مجری. دوستان میگن که سمت چپ ایدگاه، یعنی بله از طرف مقتدی ها سمت راست میشه. این سمت دوستان بیان که این سمت خالیه، اون سمت کاملا پر شده. دوستان انتظامان همکاری بکنن، جمعیت رو هدایت بکنن به این سمت، مقدار خالی است. دوستان رو بذارید بشینه، جا هست. انتظامات محترم وسط صحبت اجازه ندید که صحبت قطع بشه. دوستان جا میشن. آن حضرت به فضاله گفت فضاله چی کار داری میکنی؟ گفت یا رسول الله دارم ذکر میکنم. پنهان کرد چیزی کاری که میخواست بکنه. پیغمبر بلا فاصله دست گذاشت تو سینش، دست زد تو سینش، گفت فضاله استغفر الله، از نیتی که داری از خدا استغفار بکن. بلا فاصله بعد از اینکه دست نازنین رسول الله که گویا ایمان تولید میکرد، ایمان تطبیق میکرد، به قلب حضرت فضاله رسید. یک دنیای عجیبی در چشمان فضاله ایجاد شد، دنیای ایمان، درخشش ایمان، و گویا محمد برترین و محبوبترین فرد به نظر شد. و در جا هنوز قلب رسول، دست رسول الله از قلب جدا نشده بود. گویا قلب فضاله تو قلب دستان رسول الله آمد. گفت یا رسول الله، یا محمد، دستمو بکن که لا اله الا الله محمد رسول الله. اسلام آمد، مسلمان شد، از مسجد زد بیرون، از مطاف کعبه. دختر سر نارشه، معصیت و گناه برش فراهمه. فضاله کجا؟ در حالی که مثل ابر بهاری میگرید. گفت برو گم شو که دستان محمد تو سینم خورده و من نمیخوام این سینه رو با معصیت و گناه نجس کنم. ای جوانان، دستان نازنین رسول الله به نیابت از من و شما تو سینه همه صحابه خورده و ما همه به نیابت از همه ما اصحاب قول دادن که ما علی لیبلغ الشاهد منکم الغائب. یه مشرک وقتی که یک لحظه نور رسول الله تو قلبش میاد از این رو دور میشه و نمیخواد دست معصیت و گناه بزنه، ولی متاسفانه اون جوان ما اسمشو گذاشته محمد، اسمشو گذاشته عیسی، اسمشو گذاشته زبیر، اسمشو گذاشته خالد، ولی ذبح دین میکنه متاسفانه. چرا فکر نمیای؟ شبکه جهانی اینترنت، من این دکتر بارها هم گفتم، الانم میگم، قضیه رو پخش کرده بود. من فکر میکردم کذب این قضیه، تا روزی که دوستان آمد عکسشو کلا فیلمشو به نشون داد. در کشور اسلامی ما عمان میان یه دختر مسلمان عاشق چت، اینترنت، فیلم های مبتذل، موسیقی ها و ترانه های آنچنانی که جوونا نمیگن بابا این ملا را ول کن، بذار حال ما رو بکنیم. ای بیچاره، این حال نیست نباله، این حاله. قال را بگذار و مرد حال شو، پیش مرد کاملی پامال شو. اگر میخوای حال بکنی باید پامال دین بشی، پامال محمد بشو. خدا شاهدی تو گلستان پارک محمد حال کیف میده. حال ما رو بکنیم بابا، این دروز صفا عشق است و صفا بگذاریم بریم. دنیا هست بله، میگذاری میری ولی نمیذارته. زلزله هایی که امروز داره میاد میذاره که نفس بکشی. میاد این دختر مسلمان در کشور اسلامی عمان، مسقط پایتخت بشه، یکی از دول عربی، همیشه داره ترانه مبتذل گوش میکنه. تو ماه رمضان یا غیر رمضان کار نداریم، مادرش میاد کنارش میشینه قرآن تلاوت میکنه. مادرش دختر یک دو مرتبه صدا میکنه مامان خفه شو، یواش قرآن تو بخوان. این دختر اسلامیه. مامانش بگه چشم دخترم صدامو یواش میکنم، مقداری آهسته میکنه، دو مرتبه قرآنه. قرآن کسی که عاشق قرآن باشه مگه میذاره یواش بخونه؟ صداشو بلند میکنه. دو مرتبه جیغ میکشه مادرش تو صدا با قرآن خوندن. دو مرتبه دختر فریاد میکشه مامان یواش بخون، گوشو مکر کردی.
یا بخوان اینجا یه راش یا از خانه برو بیرون. مادر میگه چشم دخترم، من همین یه خونه دارم توی هوای سد کجا برم؟ پس یواش میکنم. بار دوم، بار سوم، آخر میگه مادر آخرین اختار بهت میدم. و نهایتا میاد این دختر مسلمان قرآن رو از دست مادرش میگیره و محکم بلند میکنن و قرآن رو نقش زمین میکنن. قرآن رو محکم به زمین میزند که برگاه قرآن پاره پاره میشه. و نام این دختر چیه؟ سمیه. اون سمیه برای دین تکه تکه شد. این سمیه آخر زمان آمده قرآن رو تکه تکه میکنه. اون خالد برای دین 1000 ضربه خورد، این خالد آمده شمشیر برداشته و دین را ضربه وارد میکند. اون محمد آمد دین را برای دین خونش رو فدا کرد، خودش و دندان مبارکش و نازنینش رو فدا کرد. این محمد امروز آمده ذبح دین میکنه. چه نسبت خاک را با عالم پاک. و بعد توقع داریم حکومت عمری و زندگی و اجتماعی عمری داشته باشیم. این خیال است و محال است و جنون. و در جا اون دختر قرآن که بزن میاد تبدیل به گوزینه میشه، تبدیل به گوزینه و تحت درمان هست تو بیمارستان آلمان، تو بیمارستان عمان. این دختر مسلمان که پیغمبر دعا کرده خدای امتمو مسخ نکن و این دنیا اینا رو تبدیل به گوزینه نکن. برای اونقدر امت بی شرم و بی حیا شده که خدا غضبش اونقدر زیاد شده که نمیتونه تحمل بکنه. سروران عزیز، جوانان محترم، امروز روز توبه هست، امروز روز بازگشت و انابته، امروز روزی است که همه ما باید یک زندگی جدید رو باید آغاز بکنیم. رمضان رفت، خدا میداند بخشیده شدیم یا نه. رمضان گذشت، نمیدونیم پروردگار عالم از سر تقصیرات ما گذشت یا نه. ولیکن اینو میدونیم که روز عید روز جایزه گرفتن است. جایزه کادو نمیدن کسی به شما و ما هم نمیدیم. مطمئن باشید به جیبای ما نگاه نکنید، کادو از اینجا در نمیاد. آخوندیم، ولی مطمئن باشید خداوند عزوجل کادو خواهد داد و اون کادو توبه است، به شرطی که توبه از صدق دل باشه. الله عزوجل قطعا اثر تقصیرات ما خواهد گذشت. حضرت ابو عبدالله نقشبی میگوید روزی من در یکی از کوچه بازارهای شهر خودم راه میرفتم، ناگهان چشمم افتاد به یک جمعیتی که جمع شدن اونجا. بعد سوال کردم چه خبره؟ گفتم بله یک جوان شرابخوار و معتاد رمضان رو روزه نگرفته، بالاخره با معصیت و گناه گذرانده زندگیشو، مریض. مردم جمع شدن که این رو از شر بیرون بکنن، توی گودالی بندازن و از شرش خلاص بشن. ابو عبدالله میگه من رفتم جلو، مردم رو متفرق ساختم، بعد رفتم به دیدار این جوان. وقتی این جوان رو دیدم و مجردی که به بسترش حاضر شدم، میگه آهی کشید، گفت خدایا تو را شکر، یکی از دعاهام قبول شد، دعای دیگر رو هم تو قبول کن. سبحان الله. یک جوان شرابخوار، یک جوانی که تا به حال با دین سر کار نداشته. جوانان عزیز گوش بدن، همه من و شما متاسفانه گناه کردیم، همه ما در لجنزار معصیت غرق شدیم. آمد اینجا بلا فاصله گفت دعا چی بوده؟ گفت اولین دعا این بوده که خدای عزوجل توبه رو نصیبم بکنه توسط تو، دیدار تو و توبه با دستان تو. و دعای دوم، این دعای اولی قبول شد که دیدار تو رو دیدم و توبه کردم. و دعای دوم دیدار الله عزوجل در جنت الفردوس برین خداوند. گفت سبحان الله. کلمه رو بهش تلقین کردم. آمدم خانه، شب خواب دیدم. ابو عبدالله میگه خواب دیدم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رهبر بشریت در میاد به شهر ما. بلا فاصله بلند شدم، دیدم دو فرد نورانی کنار رسول الله. گفتم یا رسول الله اینها کیایند؟ گفت اینی که سمت راستم ابراهیم علیه السلام و اینی که سمت چپم موسی و پشت سر 120,000 نقطه پیغمبر. یا رسول الله شما به شهر ما آمدید چرا؟ فرمود اون جوانی که دیشب با دستان تو توبه کرد و تو خبر نداری دیشب فوت کرد. الله عزوجل به من رسول الله و همه انبیا دستور داد که به نماز جنازه اون جوان مسلمان شرکت بکنم. الله. من آمدم به نماز جنازه او، میگه از جا پریدم دیدم که دخترم گریه میکنه. گفتم بابا دختر کوچکم چرا گریه میکنی؟ گفت در خواب دیدم که یکی به من گفت در فلان محله یه آقای مرده فوت کرده، هر کس تو نماز جنازه شرکت بکنه هر مشکلی که داشته باشه خدا مشکلش رو رفع کنه. از در زدم بیرون که برم نگاه بکنم، دیدم مادر اون جوان آمد. گفت بیا که بچه‌ام وفات کرده است. سبحان الله. و من هم خواب دیدم که هر کس تو نماز جنازه شرکت بکنه الله عزوجل از سر تقصیراتش میگذره. میگه رفتید نماز جنازه رو خوندیم، مطمئن باشید این خواب روحانی بوده، دروغ نیست. و اگر امروز ما اینجا توبه بکنیم، ما هم انابت بکنیم، ما هم برگردیم، رذائل را دور بکنیم، صفات رذیله را از زندگی دور بکنیم، مطمئن باشیم
به مرتبه الله ذوالجلال تمام دنیا رو فتح خواهد کرد. ولی چه بکنیم که اونقدر مفاسد اجتماعی زیاد شده، اونقدر دزدی و قتل زیاد شده، اونقدر مسائل دینی برای مردم که اهمیت شده که به راحتی مردم به امروز میخورن، به راحتی آقا داره دزدی میکنه و امروز به جایی رسیده که زنا یک چیز طبیعی شده و بسیاری از مردم. آقای آمده همه هفته گذشته خدا شاهد ما رفتیم اونجا باش حرف بزنیم، یه آقای جوان مسلمان آمده خاله و خواهرزاده، دو تا زن داره، زن اول خاله، زن دوم خواهرزاده، یه مسلمان بعد میگه آقا این در فقه ما جایز نیست، این حرامه، تو داری زنا میکنی با خاله و خواهرزاده. میگه آقا ول کن، چند روز زنده هستیم، تو به ما چیکار داری اصلا؟ چند روزی هست، شما چیکار داری؟ اینقدر مسائل دینی برای مردم، این من خودم با چشمم دیدم ها، اینقدر مسائل دینی برای مردم که اهمیت شده که همه شده علی السویه، خیره شده مردم. این واقعیته. غافل از اینکه خداوند عزوجل میتونه تو دم در عرض 12 ثانیه چند نفر رو زیر خاک بکنه و در عرض 10 ثانیه در جزیره جنوب شرقی آسیا، سریلانکا، تایلند 250,000 نفر رو و در پاکستان و قاره هند بیش از 60-70,000 نفر رو. و این بوم خطر قدس آزاد بشه، ایران آزاد بشه، فلسطین آزاد بشه، افغانستان آزاد بشه، دشمنان نتوانند به ایران اسلامی حمله بکنند. با این با رزمایش نیست، با شعار مرگ بر آمریکا نیست. ما 20-25 تا برای مرگ بر آمریکا، آمریکا ما می‌بینه. ایام شعار گذشت، ایام عمله. امروز دنیا عمل می‌کنه، اون آقا داره عمل میکنه، ما داریم شعار میدیم. شعار و عمل با هم دیگه کجا میتونه توازن داشته باشن؟ بیاییم واقعا مردانه و عملا مرگ بر آمریکا بگیم و اون زمانی که نقشه های شوم اونها رو در نقطه خطا بکنیم به این دست در دست دیگر بدیم و اون زمانی که نقشه های شوم اونها رو در نقطه خطا بکنیم به این دست در دست دیگر بدیم، این قدر کشور قدر رو فتح بکنیم. مطمئن باشید اگر کشور قلب فتح بشه، کشور درون رو فتح بشه، تمامی کشورها با مبارک فرق خواهد شد. ولی خدا نکند که این کشور بال جنزار باشه، دل پر از کثافت و معصیت باشه. دیگه اینجا خود انسان جوان و مسلمان به نماز 5 وقت بیاد خیلی هنر کرد، به نماز جماعت بیاد خیلی هنر کرد، جهان آز نشستش و پیشکشش. امیدواریم خدای پاک باری دیگر نیروهای ایمانی و اسلامی رو زنده بفرماید. دوستان عزیز، همونطوری که آخر به عنوان حافظ صحبتم میگم که ما عمر از آسمان نمیاد، باید زندگی عمروار رو آغاز کنیم و اون در صورتی به دو صورت: روی همه مفاسد اجتماعی و گناهان گذشته خط بطلان بکشیم و یک پنجره باز بکنیم از عبادت و طاعت خداوند عزوجل. این دو صورت میتونه ما رو عمروار زندگی بده و ما رو حیات. در غیر این صورت این خیال است و محال است و جنون. و به قول اقبال لاهوری که من به عنوان آخرین صحبتم شعری شروع که من خیلی علاقه دارم میکنم، میگه دارم از رسوایی این کاروان، در مورد کشورهای اسلامی میگه دارم از رسوایی این کاروان، در همه اون ندیدم دور جان، میگه در عمرای چنین تن پرست و جاهلست و کم نگه اندرونش بی نصیب از لاغه، در حرم داد و کلیسا رو پرده ناموس ما رو برد، دولت هریار را رحمت شما رهزنان گرد کلیسا کرد و تا خونی در سینه ملت بمار، تا عمران جمهور کو کاهی کرد و او بابی را ببر. گرچه دارد لا اله در نهار، اگرچه که لا اله الا دارد، ولی هدیعتون او مسلمانی نزار. آن که بخشد یقینان را یقین، آن که لرزد از سجود او زمین، آن که زیر تیغ گوید لا اله، آن که از خونش بروید لا اله، آن سرور، آن سوز و مشتاقی نما، در حرم صاحب دلی باقی نما، در مسلمان شأن محبوبی نما، خالد و فاروق و ایوبی نما، سوز صدیق و حریف حق کند، ذره عشق نبی از حق کند، هر که عشق مصطفی سامان، بحر و بر در گوشه دامان. ای مسلمان اندر این دیر کهن، تا کجا باشی به بند اخرد، پیش فرعونان بگو هر کلی، تا کند ضرب تو دریا را دنی. امیدواریم خدای پاک عزت از دست رفته اسلام و مسلمانان را برگرداند. بله ماشاءالله. سوالات زیاده، من معذرت میخوام وقت رو نگیرم زیاد، ولی برادری نوشته که
تقاضای دعا برای زندانیان شده، برای مریضان شده، انشالله همه برای دختر بچه تقاضای دعا کنند. الله عزوجل همه مریضان به شفای عاجل نصیب بفرماید و زندانیان رو آزاد بفرماید. آقای مدرس باجناق شکایت کرده که مدت 6 سال باش قهره. خوب بابا خوش به حال تو که باجناق 6 سال باش قهره. بعضی باجناقا که اصلا آشتی نیستن تو عمرش کار بکنی. اینه که دوستان در این روز عفو و بخشش هست، روز جایزه است، اما خداوند متعال فرد رو در همین روز هم نمیبخشه. علیرغم که این روز نزول رحمت‌های الهی است، برای این میدان ما آمدیم جایزه بگیریم. 3 فرد رو خداوند نمیبخشه. یکی اول مدمن الخمر، کسی که شراب می‌نوشه و از معده شراب توبه نکرده. همه کسانی که خدای نکرده به این معضل بدبختی گرفتارن در این روز توبه بکنن که قطعا انشالله نیست، ولی اگر دارن چین عمل رفتی از ما صورت گرفته باید توبه بکنن. یک. دوم والدین، کسی که پدر مادرش ازش ناراحت، برید امروز کنار پدر مادر. جوانان برن عاجزانه برن غبار محمود از جای پدر مادر پاک کنن، دو زانوی ادب همون بچینن و به هر طریق ممکن بیاد اونها رو راضی بکنن. توجیه نکنن که گناه هست بابا و مادرم اینطور نکنک میکنه، بابا مادر قدر بابا این حرفا کش. پدر مادر و رسول الله صلی الله علیه و رضا رب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. رضایت خدا در رضایت والدین و نارضایی خدا در نارضایی والدین. تمام شده دیگه. این که تو عذر بهانه بیاری پذیرفته نخواهد. و سوم المشاهده، کسی که با هم دیگر برادر مسلمان با هم خیلی متاسفانه به خاطر چیزهای بی ارزش دنیا با هم دیگر قهرن. مطمئن باشید که امروز بخشیده نخواهید شد. بیایید دوستان شما برید جلو، باجناق جلو نمیاد، تو برو جلو. باجناق که باجناق داره که مردم هم میگن بابا زیان ماشین نمیشه، باجناق هم فامیل نمیشه، ولی تو برو جلو بی انصاف، تو برو حداقل موسوم شو. چیکار میشه؟ به هر حال ادامه حرف تو بذار. باجناق کی دست بلند بکنه بره بعد از نماز با باجناقش آشتی بکنه، دستاشو بلند کنه؟ هیچ کدوم راضی نیستید؟ دست بلند بکنه باجناق همه با هم میگن که اجازه آموزشی بکنن. کیه؟ ماشاءالله خیلی کما. آقا راضی نیستید؟ اون طرف دیگه رو باجناق دستشو بلند کنه. همه کسانی که حاضرن این روز از همه بالاخره تحریه ها و ناراحتی ها بگذرن و قلب خودشون رو خالی از همه کینه بکنن، اونا دستشون بلند کنن. اوه دست قلبا همیشه پر از کینه بوده که من نداشتیم مطمئن. ماشاءالله رفیق انشاءالله که درویز برای همه قول داره که اسمت به همدیگر کینه نداشته باشیم و این میتونه که بعد از نماز همدیگر رو خوب بفشاریم. اینقدر بفشاریم که همه ناراحتی ها بریزه پایین. ولی فقط یاد نره من رو نفشارید که من با هیچ کس خدا شاهد ناراحتی ندارم. از همه جواب راضی. خدا جزای خیر نده فرماید. و اما جان تقدیر و تشکر میکنیم از همه برادران و خواهرانی که از دیشب و شب و شب زحمت کشیدن برای تدارک وسایل این مراسم و واقعا زحمت کشیدن اینجا رو آماده کردن. 2-3 روز برادران جارو میکنن تا عید ما ایدگاه ما متاسفانه مقداری از نظر نظافت خیلی در حد پایینی بود. برادران